السلام علیکم دوستان عزیز. این ویدیو برای چی هستن؟ زنها هسته. التماس لایک و فراموش نکنین. حامله‌داری بیماری نیست. حامله‌داری این یک چی میگن دیگرگون شدنی فیزیولوژی زن میباشد که در بطن مادر اتفاق پیدا میشود و غذای خوب باید داشته باشد و در هوای تازه باید سرگرش کند و خوابی باید که پورا داشته باشد. همین سه چیز اساس است: سرگرش در هوای تازه، غذای مکمل با مسئولیت گینکولوگ و خوابی پورا. سه چیز برای انسان چی است؟ اساس است. بعد عصب‌های آرام، عصب‌ها را باید که هیچگاه ویران نکنند. این است. و برای اون که حامله‌داری بیماری نیست، در حامله‌داری میتونه که زن روزش گیرد، لیکن با اجازت گینکولوگ. من در حامله‌داریم روزه گرفته بودم. دخترچه من 22 هفته نبود. گینکولوگ گفت که روزه گیرید 2 روز آماده ما شما میسنجیم بتونه دولینتونه، بعد میگیم که دوام میده روزه گیریتونه. لیکن من با مسئولیت گینکولوگ افطار میکردم، با شب یک بار دیگه تناول میکردم، بعد با آسری بخورم، یعنی در شب 3 مرتبه گفتن که خدا لازم است تا اینکه کودک به غذا نماند. این گونه ما شریف رمضان در حامله‌داریم روزه گرفتم ان شاء الله. خب انا میگونه حامله‌داری این بیماری نیست. حامله‌داری این یک دیگرگون شدنی فیزیولوژی مادر میباشد که در اون بچگان یک بگیم انسانی دیگر چی میشد پیدا میشد، انکشاف مییابد، کلام میشه، به اویا میرسد تا روزی به دنیا آمدنش و به دنیا میاد ان شاء الله. برای همین حامله‌داری واهمه باید نکنید که مثال این چی است وزنی میگذرونی از سلامتی انسان وابسته زن وابسته داره. اگر زن سالم باشد که مثلا اون عضوش بیمار نباشد، حامله‌داری شروع میگذرد. در حامله‌داری یگان جای انسان نباید که درد کند. بعد خطرناکی اون 4 خطرناکی در وی است در همین وقتی حامله‌داری است که همین مبادا که همین علامات پیدا شد در حال گینکولوگ خبردار نکرد. یک خطرناکیش این است که وقتی کودک از حرکت میماند، جمله سوده است که حرکت میماند، حرکت مثل که نمیجنبد دیگه، مثل دیگه است که کودک خوب میرد نمیجنبد تو مثل که تو مدت 5-6 ساعت، بعدی 5-6 ساعت که دیگه کودک 3-4 5-6 ساعت بوده که نجمید باید که خبر تین یکتا گینکولوگ. دویمش که نخواست اگر خون بیاید از زنمون شرمگاهی زن. سومش که نخواست آب اگر بیاید، آب وقتی که مثل پیدا میشد مثل آبک میکفد. این چهارمش که نخواست دردی سر دردی ساخت میکنه که فشار بلند میشه. این 4 خطرناکی حامله‌داری است که نمیدونن از اول تا آخری حامله‌داری باید که در یادتون گیرین. خواهرانی که مثال جوان هستین ولی حامله‌دار نشدید، حامله‌دار هستین، نمیدونن در یادتون گیرین که همین 4 چیز اساس است. نخواست دردی سخت کردن سر، نخواست خون رفتن از شرمگاه، نخواست آب رفتن، نخواست از حرکت ماندنی کودک. به دقتتون تشکر. لایک مونید، подписаться کنین و در آینده ویدیوهای خیلی جالب میشه ان شاء الله و پادلیسترم فراموش نکنین. به دقتتون تشکر.